در دل کوههای ولایت سمنگان جای نهفته که تاریخ و فرهنگ هزاران ساله این سرزمین را در دل خود جای داده است، مکانی که به نام تخت رستم شناخته می شود. این بنای با شکوه نه تنها بازمانده از دوره شگوفایی آیین بودا در افغانستان است، بلکه نشان دهنده هنر و معماری منحصر به فرد مردمان آن زمان است. تخت رستم با استوپه سنگی، غارهای دستساز و معماری حیرت انگیز خود داستانهای از گذر تاریخ، تحولات فرهنگی و هویت افغانستان روایت می کند. اما این اثر با ارزش امروز با چالش‌های فراوان مواجه است، از بی‌توجهی گرفته تا فرسایش طبیعی. در این گزارش ویژه به بررسی تاریخچه تخت رستم، اهمیت فرهنگی و مذهبی آن و وضعیت کنونی این میراث گرانبها می‌پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دانا و توانا. سلام بیننده های عزیز و نهایت گرامی تلویزیون شهروند. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال و لباس عافیت بر تن داشته باشید. بیننده های عزیز و نهایت گرامی، ما امروز یک گزارش ویژه، یک گزارش بسیار خاص داریم. قسمی که شما در بک‌گراند مشاهده میکنین، ما در جای هستیم که از اینجا میتونیم هر گوشه و کنار ولایت زیبای سمنگان، مخصوصا شهر ایبک زیبا را بیننده باشیم و شاید در ذهن شما خطور کرده باشد که ما کجا هستیم. بله بیننده های عزیز، ما در تخت رستم ولایت زیبای سمنگان هستیم، جایی که همه مردم از اینجا خاطرات دارن، از اینجا دیدن کردن و از اینجا بازدید کردن. البته نه تنها مردم زیبای ولایت سمنگان، بلکه مردم شریف افغانستان از هر گوشه و کنار این کشور سالانه برای بازدید تخت رستم میآیند و از این مکان تاریخی و فرهنگی دیدن میکنند. بیننده های عزیز، ما امروز خواستیم که یک گزارش ویژه، یک گزارش فرهنگی برای شما عزیزان از تخت رستم ترتیب، تهیه و تنظیم بکنیم. سلام. مرسی، خوب هستین؟ صحتمند هستین؟ صحتمند، سلامت؟ شکر است. بخیر باشین، سلامت باشین، بخیر باشین. خوش آمدین. خوش باشین. بیننده های عزیز و نهایت گرامی، ما در کنار یکی از شخصیت های فرهنگی ولایت زیبای سمنگان هستیم که من متیقن هستم که شما با چهره و نامی از اینها آشنایی دارین، ولی باز هم میخواهیم که مدیر صاحب گرامی خودشان برای شما بیننده های عزیز و برای ما یک بار دیگر معرفی بکنند. تشکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب الحاج محمد امین عزیزی، مدیر عمومی حفظ میراث‌های فرهنگی ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان، خدمت میمان عزیزمان امیری صاحب. مدیر صاحب گرامی، صحبت‌های شما را می داشته باشیم. اگر موافق باشین آهسته آهسته میریم از نزدیک میبینیم و شما هم صحبت‌های خود داشته باشید. ماشاءالله، هزار دفعه. بسیار نظر نیک، گپ خوب است. امی هستن که فعلا ما شما در قسمت دهلیز دخولی قرار داریم. بله، این دهلیز دخولی هست. بله. در قسمت دهلیز دخولی قرار داریم که بله، نام خدا. البته در سالهای قبل توسط همکاری وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ حکومت پیشین یک پروژه را در اینجا آورده دادیم از انکشاف ملی و که
کندنکاری ها را که میبینید به خاطر پاکاری مغاره ها و یک دیوار هم در اطراف از او که دیده میشه دیوار استنادی و یا است که دیوار به خاطر محافظت ساحه او یک پروژه بسیار وسیعی بود که تقریبا یک 60% کارایشان پیش رفت و در حدود 40% کارایشان بعد از آمدن امارت اسلامی افغانستان متوقف شد که ما بار بار پیشنهاد کردیم، مکتوبای کتبی برشان روان کردیم در وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ از نگاه عدم بودجه امسال فعلا کارها از این مجددا آغاز نشد. انشالله وعده سپردن که در سال 1404 کوشش نهایی خود به خط میتیم که باید این پروژه به اتمام برسه، باید تماما کارهای مغاره ها تکمیل شود، پاککاری دقیق شود و ترمیماتی که نیاز هستند به مغاره های پایین دیگه او ترمیمات هم به شکل اساسیش ترمیم شود و برابرزل شود. ای مدیر صاحب گرامی از این قسمت زیر الا تا قسمت سقف از 9 متر ارتفاعش است. 9 متر است. اینمی 4 اطراف از این که کتله بزرگی را می‌بینید 90 متر قطر داره. بله. مدیر صاحب گرامی در رابطه با قدامتی از این تخت رستم اگر صحبت‌هایی داشته باشین که از چه زمان هست این تخت رستم و بیننده های عزیز ما که در اینجا هستیم و میبینیم بسیار یک جای بسیار جالب هست. و این از زمانهای بسیار سابق بوده و در زمانهای سابق خب وسایلی که فعلا هست برای ساخت تعمیرات و بعضی جاها در اون زمان هم نبوده و این چگونه همچون فکر بکنیم با دست کندن کاری کرده باشن. حتما در همین مورد صحبت داشته باشین و میریم داخل و بیشتر صحبت های شما را هم می داشته باشیم و همچنان تصاویر هم می داشته باشیم که بیننده های عزیز که تخت تا هنوز ندیدن ببینن اینجا را. تشکر. خب سوال جامع و سوال واضح که استوپه سنگی تخت رستم البته به ادوار مختلف که از دوره دینی زردشت از ادیان زردشت 3500 سال و از ادیان بودیسم یعنی رستم خودش بود پرست بود از ادیان بودیسم بود. بله. از دوره رستم بیش از 2500 سال قدامت تاریخی عیسی باستانی است. عیسی باستانی بیش از 2500 سال قدامت تاریخی داره که بهتر شما خودتان به زبان خود گفتین که واقعیت که امروز به این ابزار دست داشته ما توانا و قادر به این گپ نیستیم که همچین یک چیزی را به میراث بگذاریم. دقیقاً. که خوشبختانه از امو دوره البته همون مردم با ما ابزار مکشوفه دست داشته ایشان هر آن چیزی که استفاده میکردن از امو ابزار خود، از امو توانایی و از امو نیرو و از امو امکانات به دست داشته خود یک کاری کردن که واقعا کار جالب، واقعا کار خارق العاده، یک کار تاریخی هست. با واقعیت کار تاریخی است که همچی یک ساحه بی‌نظیر است. واقعا که در می ولایت های شمال و شمال شرق ما شما حتی در فکر میکنم در افغانستان منفی منار جام غور و منفی بامیان دیگه جای فکر میکنم به همجای قلعه اختیار دین ایراد دیگه جایی را به صفحات ما شاهدش نیستم. مدیر صاحب گرامی این طرفه که ما مشاهده میکنم فکر بکنم این چیزی هست که تازه ساخته شده باشه. از قدیم نیست. چون او طرف کلان کوه هست و این طرف فکر بکنم که تازه ساخته شده. در رابطه به این دیوار اگر صحبت هایی داشته باشیم. ماشاءالله. خب سوال کردین جناب امیری صاحب بزرگوار. این هم پیشتر برتان عرض کردم که سالهای قبل ما در دوره حکومت جمهوریت یک پروژه را داشتیم، پروژه ترمیماتی. پروژه ترمیماتی بود، دیوار استنادی بود، همسال هم دیگر داشتیم. این هم به زمینه امو پروژه بود. به زمینه امو پروژه بود که بزرگا آمدن به تحت انجینری فنی و مسلکی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ ایارتی صاحب از این که امی قسمت سنگکاری از این که می‌بینید صاحب امی قسمت به اثر بمباردمان‌های انقلاب‌های گذشته که مشمول چند دهه به اثر بمباردمان‌ها زیر بمباردمان‌ها بودیم. بله. در اینجا مجاهدین‌های وقت از مغاره‌ها استفاده می‌کردن در خاطر جهاد مقدسشان.
دیگه در اینجا جای مخفیگاه بسیار بهتر بود، چرا که به خاطر زیادتر حکومت قبلی دوره روس‌ها، البته فکر بکنید که بمباردمان بودن و توپ میزدن و امثال هم کارهای نظامی داشتن و این منطقه تخریب شده بود. بله. یک بدنه می استوپا پاک تخریب شده بود که حتی دوباره بازسازی شد. به خاطر همین گپ وزارت محترم در نظر گرفتن دوباره اینا به شکل هنوز هم درست نشد، تنها سنگکاری شدن. میخواستن که در این باره یگان موادی را باید بزنن که با همراه خود می کتله کدام فرق و کدام توفیر نداشته باشه. بله بله. که متاسفانه تا این حال کار به حالت نیمه کاره خود باقی ماند دیگه. بله بله. ان شاءالله با امید از اینکه اینها هم از این بیشتر ترمیم شوند، چون من مطمئن هستم که سیاحان داخلی و خارجی میان و از اینجا دیدن میکنن. و مدیر صاحب بفرمایید. بفرمایید شما. بسم الله الرحمن الرحیم. مدیر صاحب گرامی، در شروع در رابطه با رستم صحبت هایی داشتین که این تخت هم به نام تخت رستم هست و میشه که در رابطه با رستم برای ما و برای بیننده های عزیز معلومات رایه بکنین که رستم کی هست؟ درست، رستم خو که زیادتر به مورخین در کتاب های تاریخ بله زیادتر چیزایی را آمده که گویا نظر به کلمات افسانوی فرق میکنه. زیادتر موضوع رستم بخش افسانوی داره. بفرمایید. زیادتر موضوع معلومات ایستوپا و معلومات رستم که کی بوده و چی رقم بیشتری از این به کلمات افسانوی برمیخوره. بله. این از نگاه افسانوی میگفتن که رستم یک شخص پالوان، یک شخص پرنفوذ، بله، یک شخصی بوده که از در قسمت ولایت سمنگان که وقتی رهسپار میشه و حرکت میکنه میاد در منطقه کوه بست مرکزی هیبک، یک کوه بسیار بلند است به نام کوه بست یاد میکنه. بله. در این کوه بست فکر میکنم نظر به مو گپی افسانویشان کدام خچیری را یا شکار میکنن. بله. یا که کدام خچیری را شکار میکنن که به فرهنگ خود بگیم خچیر به تحت عنوان آهو یاد میکنن شما. اینا شکار میکنن و با ما همخوابگی حسابشان سر دیگه اسب از رستم گم میشه. بله. اسب رستم گم میشه و وقت در اینجا وقتش شانشین بود، دیگه ولایت نبود دیگه. ولایت در بلخ بودن. بله. باز با مو گپ میان یا در البته در مرکز شانشینی میرسن که در داخل شهر بوده باشه. بله. باز در اینجا از این موضوع صحبت ها از این که پرسان میکنن که گویا ما باید عارض شوم که اسب ما گم شده و باید پیدا شده. شاه وقت یارا دیگه سر دعوت میکنه. با دعوت شاه را رستم میپذیره، میره با شاه استاد میشه و مشکل خود مطرح میکنه. بعد از این دختر شاه سمنگان با نام تهمینه، بله، تهمینه بانی بوده که نظر به مطالعاتی که داشته، نظر به معلوماتی که داشته، این دیگه یک تفاهم نامه را بین هر دوی از این صورت میگیره. بله. که گویا هر موافقه و هر تفاهم نامه‌ای که بین هر دوی از این صورت گرفته، گویا از این خواسته که تو واقعا اگر رستم هستی و شخص پرکار و امروز و به کتله استوپه سنگی تخت رستم گویا در 24 ساعت آماده بساز که ما محفل عروسی خودم اونجا برگزار میکنیم و یک تخت دیگه را به تحت عنوان بانو یا تهمینه دختر شاه سمنگان مسما بکن. بله. که اینا این موضوع را که یاد میکنم شاید موضوع کلمه مورخین نیست. بله. کلمه افسانوی است. بعد نظر به می افسانه رستم همینجا یک محفل عروسی خودم اینجا برگزار میکنه با تهمینه دختر شاه سمنگان که به ثمره و اصیلی از به نام سهراب. بله. به نام سهراب یک بچه میمانه که بعد به اثر مشکلات های شرایط وقت که گویا به اینا امکانات مالی محدود میشه و یا است که کمک های بیرونی البته قطع میشه، اینا کارها و مغاره هایی که در ترتیب کردن در اونجا به نام بازار تخت رستم است و به نام شهرک است و به نام امام است و بله، به نام گدام رستم است و به نام جای تدریسات رستم است و جای معبد رستم است. بله. این چیزا که زیادتر هستن با همین موضوعات ها هنوز هم کارهاشون با حالت نیمه تمام باقی میمونه، شرایط برایشان ایجاب نمیکنه. نه
فرار میکنن و منطقه را ترک میگن. بله بله. که همو سهراب بچه است که به نام از اردو میمان از تهمینه و رستم، که ما نظر به یک نقل قول می که سهراب میگه در قسمت ما زورابی میگیم. بله. قسمت مسیر شاهراه کابل مزار است. در این قسمت یک جوی هوا روان بوده، در این قسمت دیگه می یا سیاحت میکنه سهراب. با همراه رفقای خود و با همدستای خود اونجا سیاحت میکنه به معاب مسیر، که حال متاسفانه که اون منطقه را به نام زورابی یاد میکنه. بله. اصلا زورابی نبوده، نظر به قول چیز افسانوی سهرابی بوده. سهرابی بوده. بله سهرابی بوده، که ایره به سر زبانا به نام زورابی از کلمه زور متاسفانه استفاده شد، ولی اصلا نظر به کلمه چیزی که مردم ها زیادتر به سر زبانا بود و سر وقت بوده که شاه بچه شاه بوده. بله. این دیگه به این کلمه یاد بله. میشه که به نام سهرابی بوده باشه. بله. شما در این قسمت برنامه ما با هموطنان عزیز ولایت زیبای سمنگان گفت و شنودهای در رابطه با تخت رستم داشتیم. شما صحبت‌های هموطنان ولایت زیبای سمنگان رو بیننده باشید و همچنان چند تصویری بسیار کوتاه هم از این محل بیننده باشید. ان شاءالله در ادامه با مدیر صاحب هستیم و صحبت‌های ما ادامه دارد. اسم نعمت الله، باشنده خود تخت رستم هستم. سابق دمی تخت رستم جای زندگی مودم تخت رستم است. تخت رستم یک جای تاریخی است. مردم دوستان از داخل از خود سمنگان از خارج سمنگان میاند دیدن. سابقا که بود از خارج از طرف دولت های خارجی هم میامد از سابقا، ولی فعلا دیگه خوب است. مردم وطندارای خود سمنگان میان هر وقت تفریح در سال نو، در نوروز، روزای عید. حساب تخت رستم بسیار یک تاریخی، بسیار یک جای تاریخی چی سابق است. مردم های اروپایی خارج کشورهای چی میآید تخت رستم تفریح. بعد از ماه عمل بسیار تخت رستم بسیار یک تفریح جای مردم سمنگان است. کل خصوصا از ولایت‌های غربی و کشورهای غربی میآید می تخت رستم چیش. تخت رستم بهترین جای بعد از ماه عمل سرسبز بهترین جای تفریحگاه مردم است. اسم ما زین‌الدین از ولایت سمنگان از ولسوالی خرم سارباغ. تخت رستم گذشتگان ما شما این مستفیدا قصه میکنه که در مرور زمان که اینجا آمده و قدم خانم شرط مانده میگه تخت ما خودی ما جور میکنم تو ذخیره و چیره جور کو مسجد جور کو. یعنی اونم تو جای یک تاریخی جور کرده مانده دیگه. اونم تو بسیار یک چیز با امنیت، یک چیز تاریخی از تمام ولایت‌ها در سالهای سابق بود. در نوروز اینجا مردم ها چکر می آمد. اسم من نورالدین است. نورالدین امیری از ولایت سمنگان ولسوالی رویداد هستیم. دیگه قصه ما درباره تخت رستم است. تخت رستم واقعا یک جای تاریخی، یک جای دیدنی است که در ولایت سمنگان است. باید از همه جا مردم اینجا دائم وقت میان دیدن میکنن. در یک سال هزارات شهروند خارجی ما اینجا میاد دیدن تخت رستم. ما می خیر از داخلی افغانستان همه جای میمانه زیاد میاد، همه وقت میاد در تابستان و زمستان میاد، خصوصا در سال نو دیگه بیخی گیروبار زیاد است. جای تاریخی است، جای دیدنی است. ان شاء الله محمد طاهر سمنگانی از منطقه تخت رستم قیرا قشلاق جای خانه ماست. همونجا تولد شدیم، همونجا کلان شدیم. همین تخت رستم دور بودایی ماندگی تاریخی و همونجا ما کلان شدیم. همونجا بابا و اجداد ما گفته که این دوری بودایی است. اون تخت رستم اگر بریم بدتون نشان بدم که امامش هست، اینی دکاناش هست، اینی گدامش هست، یعنی تخت بالا، تخت پایینش هست. بسم الله الرحمن الرحیم. صلاح‌الدین صدیقی هستم، مدیر گرزندوی تخت رستم ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت سمنگان. قراره که شما از نزدیک مشاهده کنید تخت رستم ولایت سمنگان. یک سیاحین داخلی میآیند و خارجی همچنان، چون در طی سال 1403 که مدت 9 ماه می شود گردشگران داخلی 7000 نفر از تخت رستم دیدن نمودن و سیاحین خارجی ما 580 نفر از تخت رستم دیدن نمودن،
که در مجموع از دو منبعی که ما اوایل جمع آوری میکنیم که به نام تیکت استوپ تخت رستم یاد میکنن که در مجموع از عواید داخلی و خارجی ما مبلغ 2,70,000 افغانی اوایل جمع آوری و تحویل بانک نمودیم. سیاحان داخلی ما در مجموع از افغانستان در سالهای قبل خود چند ولایت شمالی بودک و بعد از فتح امارت اسلامی افغانستان ولایت‌های جنوبی، جنوب شرق زیادتر قندهار، هرات، غزنی، کابل و همجوارش چون از بادغیس انجام ما گردشگرای داخلی داشتیم که نزدیک آمد دیدن کردن و گردشگرای خارجی ما که کشورهایی که آسیای میانه و اروپا پیشتر یاد کردم که از چین، امریکا، ونزوئلا، سویزرلند، بنگلادش، پاکستان، ایران، دیگه کشورهای آسیای میانه که روسیه است، قزاقستان، ازبکستان، از دیگه همین کشورها از آبی تاریخ تخت رستم ولایت سمنگان بیشتر مراجعه کردن و دیدن نمودن که خوشبختانه تا به حال که ما با گردشگرای داخلی و خارجی را و تخت رستم معرفی کامل گرفتیم و انشالله در آینده ما بیشترین گردشگرای داخلی و خارجی را داشته باشیم که از تخت رستم ولایت سمنگان دیدن نمایه و برایشان موفقیت آرزو داریم. و تیکت داخلی و خارجی ما که پیشتر یادآوری کردم از هر میهمان داخلی که سطح افغانستان در تخت رستم مراجعه می نماید فی نفر 10 افغانی اخذ می گردد و از میهمانای خارجی که سیاحان خارجی هست از هر میهمان خارجی مبلغ $5 امریکایی اخذ و جمع آوری بعداً تحویل بانک می گردد. خب بیننده های عزیز و نهایت گرامی، قسمی که مدیر صاحب صحبت های داشتن و قرار هست که مدیر صاحب اینجا کدام قسمت هست؟ اگر میشه شما صحبت داشته باشین بهتر هست. تشکر. قبلا به معرفی برای شما گفتم که در قسمت پایین در جوار بازار تخت رستم ما مغاره داریم به تحت عنوان جای آموزشگاهشان و یا تعلیم و تربیهشان که فعلا ما شما همونجا میریم از نزدیک به بیننده ها نشان میدیم. بله. این هم نام خدا شما با چشم سر مشاهده میکنید. بله. که هم جای تعلیم و تربیه و یا جای تدریساتشان، جای آموزشگاهشان در اینجا صورت میگرفته. و یک چیزی را پیشتر شما یک سوال کردین، ما گفتم انشالله داخل شما ادغام میتم. موضوع امی دوسه مغاره بود. بله. یا دوسه سوراخ کلام. بله دقیقاً. بر شما قابل یادآوری است که چند موضوعی دارن.
یک موضوع عمده از این که قابل بحث است، قسمت بالای سر از این که میبینین بله روشنی، او مغاره که هستن حتما کندنکاری از ابتدا از اونجا آغاز شده. از اونجا آغاز شده. بله از اونجا آغاز شده. بسیار خوب. و این یاردو هم به خاطر از این که با همراه می دروازه بزرگی 3 دانه به تحت عنوان تولید کننده روشنی بوده در اینجا که گویا اگر اینا هر دو عرصی اگر نبوده باشه اینجا تاریک است. و یا هم از به خاطر انعکاس دهنده آواز بوده که در اون وقت از ابزار پیشرفته به دست نداشتن. از بلندگوی تحت عنوان به حساب ناسپیکر و مایک و چیزا نداشتن. از او خاطر اعظمی مغاره ها یا اعظمی سوراخ ها صدا که انعکاس میکنه. رستم در اونجا بود مطمئن میشه که دلیل تعلیم و تربیه ما ادامه دارد، درسای ما ادامه دارد. بله بله. و همین عنوان گفتم پیشتر 2 موضوع بسیار مهمی در اینجا از این مغاره که شما سوال کردین یا سوراخ هایی که شما سوال کردین امی بودن. دقیقاً. یکی به خاطر روشنی کردن داخل که بسیار از روشنی استفاده شود، تولید روشنی و دیگه انعکاس دهنده آواز. بله بسیار خوب. بله بیننده های عزیز و نهایت گرامی، ما آهسته آهسته به جای میریم که به فرموده مدیر سیب گرامی بازارچه یا محل خرید و فروششان بوده، گدامشان بوده که در سابق داشتن و انشالله ای را هم به تصویر میکشیم و مدیر سیب هم صحبت های در این باره می داشته باشند و یک جای بسیار جالبی هست و مدیر سیب گرامی فکر بکنم بازاری سند باشه و این مغاره در رابطه با این اگر صحبت هایی داشته باشین که چی بوده و محلی چی جایی بوده. بسیار خوب. این بازار رستم اونما هر کدام مغاره کاره که میبینید شما به نمایندگی از یک دکان میبینید که بازار رستم بوده باشه و در خاموخی از این مغاره که شما سوال کردین این جای راهب و یا محافظ بگوییم و یا است که ما شما به تحت عنوان چوکیدار داریم در بله در فرهنگ خود داریم. در فرهنگ خود چوکیدار داریم در بازار. بله گویا چوکیدارش بوده باشه و یا راهب بگوییم بهتر دیگه. بله راهب یا همون مکانی که چوکیدار بوده و از این بازار محافظت میکرده و مدیر صاحب موافق باشین امی سمت بریم و این طرف هم انشالله باز میریم و به تصویر میکشیم و بازارچه که گفتین همین هست مدیر صاحب. بله بسیار خوب. در رابطه با بازارچه هم صحبت های اگر داشته باشین برای ما و برای بیننده های عزیز. تشکر. ما قبلا براتون گفتم که هر کدام از این مغاره ها را که میبینین صاحب هر کدامش نمایندگی از یک دکان میکنن. یک دکان از یک دکان که امروز ما شما خرید فروش داریم. به این عنوان مثل شما غرفه ها میمونیم. بله به خاطر فروشات. هر کدام از این نمایندگی از یک دکان میکنن و یک قسمت پیشروی بازارشان بوده که تا رفته ولی در شرایط‌های اقلیم از اثر برف و بارش های موسمی، طوفان های موسمی و یا است که موضوع انقلابات زیاد زمین لرزه ها بوده و بمباردمان ها بوده. بله. توپکاری ها امثال از این گپای ثقیله و خفیفی که داشتن ایلی خود از این مستقیما از یک چیز بگویم که همه مواد آهک است. بله. این سنگ خودش آهک است. شما به چیمسر مشاهده میکنین در سالهای قبل و اثر همونطور زلزله و ریزش و برف و باران‌های موسمی این یک قسمت های از یا فرو ریخته. بله تخریب شده. تخریب شده و فرو ریخته. بعد به اون وقت دیگه وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ به خاطر از اینکه این سنگ آهک است و از بین نره و با نابودی تاریخ مبدل نشود به او خاطر یک سنگکاری کردن گویا به دفاع از این. ریاست اطلاعات و فرهنگ برای بازسازی همچون یک جای تاریخی چه اقدامات فعلا کرده و اگر اقدامات نکرده آیا در سالهای آینده پلان دارن که بخیر این مکانی بسیار زیبا مکانی تاریخی که بازسازی برای از این کدام برنامه دارن یا خیر میشه که در این مورد هم صحبت هایی داشته باشین؟ چون ما که میبینیم این طرف ها اگر برف و باران بیشتر باشه اینا حتما تخریب میشن و همچنان در سقف هم
اما درس های را ما مشاهده میکنیم که من مطمئن هستم که اگر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت سمنگان و همچنان وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور اگر توجه نکنه احتمال داره که تخریب هم از این بیشتر شود. بله تشکر. خوب سوال کردین. با پاسخ شما باید تذکر بتم که ریاست اطلاعات و فرهنگ همیشه کوشش کرده، همیشه پلان‌های وسیع را داشته پیرامون موضوعی که شما بحث کردید. بله. پیرامون مشکلات مغاره‌ها، پیرامون مشکلات دیوارهای صاحب و احاطوی، بله. پیرامون مشکلات نبود تشناب‌ها، بله. و نبود یک جای بود و باش مسئولین بخش، بله. که در اینجا عواید هم جمع‌آوری میشه، یک جای نبودی از او بودن. با این ارتباط ریاست اطلاعات و فرهنگ از کوشش و ارسال مکاتب‌های مکرر عنوانی وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ و حکومت وقت در سال 98 اینجا یک پروژه ای را از انکشاف ملی وقت دیگه روان کرده بودند. بله. که شما یک مقدار علائم‌هایش پیش رویتان دیدین که موضوع همین منطقه فعلا پاکاری شده است. فعلا پاکاری شده است، هنوز هم به پای اکمال نرسیده. تقریبا 60% کار پروژه انکشاف ملی تحت نظر وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، ریاست محترم حفظ ترمیم آبیات تاریخی، هیئت فنی و مسلکیشان در بالای سری پروژه بودن و مطابق نظر از او کار میکردن که دیوارهای احاطویشان سنگکاریشان خلاص شد، اتاقا انداخته شد، دیگه تشنابا جور شد. مغارا را متوجه شما هستین که انشالله پاکاری شده و هنوز قسمتی از این مانده. بله. الا تا سال 1400 که در سال 1400 خوشبختانه امارت اسلامی افغانستان حکومت به میان آمد. از او خاطر این کارمندای انکشاف ملی وقت حرکت کردن، رفتن کار با حالت نیمه تمام توقف کرد. بله. که تا الحال مانده. ریاست اطلاعات و فرهنگ فعلی و حکومت فعلی فعلا زیاد تلاش هستند که باید همه پروژه دوباره مجددا آغاز شود. سری پلان و برنامه و سری بودجه و سری مصارفات از این انشالله وزارت کوشش میکنه. بله. ریاست هر لحظه در تماس است. خود ریاست اطلاعات و فرهنگ چند قبل رفتن در یک سمیناری داشتن در کابل. بله. با همراه وزیر صاحب دیدن از نزدیک، با همراه معین صاحب از نزدیک دیدن. ان شاء الله اونا وعده بسیار دقیق کردن که گفتن امسال چون اخیر سال از بودجه ما کافی نیست. بله. اگر خداوند خواسته بود این وعده را براتون میتونم که ان شاء الله در سال بعدی این بودجه را به حساب براتون ان شاء الله دولت مهیا میکنه و این پروژه را ان شاء الله تعالی به پای اکمال میرسانه و برآورداری ان شاء الله سپرده خواهد شد که ما شما شاهدی همچین یک برنامه ان شاء الله خواهد بودیم. بله حتما. یعنی در زمان جمهوریت یک سری از کارها پیش رفته و با آمدن امارت اسلامی کارها متوقف هست و انشالله که در آینده های نزدیک دوباره آغاز میشه همون پروژه نیمه تمام. بله. و خب از این موضوعات بگذاریم. مدیر صاحب گرامی، فعلا شما صحبت داشته باشین که به کدام سمت ما روان هستیم و این طرف هم یک اتاق دیگر است و این طرف هم در عقب بازاره که از این که با امتداد جایی را که شما مشاهده میکنین این را به نام گدام یاد میکنن. بله. یا جابجا کردن موادای یاشویشان و امثال از این موادای استفاده ایشان در اینجا جابجا بوده و از این طریق استفاده میکردن. بله. این گدام بوده. بله. و روبروی از اینکه او هم بود و پیشتر برای برنده های عزیزم نشان دادیم او بازار بوده. این نقش گدام بوده. بله. و یک جای بسیار جالبی هست از دید ما، البته که قسمی که شما در صحبت‌هایتان گفتین این تمامی کارها با همو دست صورت گرفته، کندنکاری یا همو حکاکی است که توسط دستهای خود مردمان همان زمان داشتن و یک جای و یک مکان بسیار جالبی هست. و مدیر صاحب گرامی و فعلا به کدام سمت بریم و جای دیگر که برای ما و برای بیننده های عزیز نشان نداده باشین کجا هست که در رابطه به اون مکان های دیگر هم صحبت های داشته باشیم؟ ما شما انشالله از اینجا از گدام میبریم. در جوار راست گدام اتاق 4 متری در 3 اتاقی هستند که تحت عنوان جای گدامدار و یا جای محافظین راهبی همین گدام بوده باشه. بله بله. این را میبینیم انشالله بعد به تعقیب ما شما میریم در قسمت معبد.
بله بله همین هم گفتیم این طرف جنای راستش بله این اتاق 4x3 که معلوم میشه سر اینمی جایی هست که جای بوده باشه راهی و یا محافظین و گدامدار گدام بوده باشه. این هم گدام هست و اینجا جایی که همون راهی بیا گدامدار بوده. بسیار خوب. بریم مدیر صاحب گرامی به سمت مکان دیگر. مدیر صاحب فعلا به کجا روان هستیم؟ شما بخیر طرف معبد میریم که قسمی که پیشتر گفتیم در جوار بازار موقع داره، در قسمت معبد قرار داریم. معبد بله. میریم داخل معبد. بسیار خوب. و بیننده های عزیز داخل معبد هم بریم و اینجا را هم به تصویر بکشیم و هی کدام قسمت هست؟ تشکر جناب بزرگوار. دیگه شما به چین سر مشاهده میکنین گفتم که پروژه قبلی که آمده بود به خاطر پاککاری ساحه اینمی علایی میره که از داخل یک آتشدان میبینین. بله. این به تحت عنوان ایرا چی فکر میکنن به نام آتشدان یاد میکنن و تا نمی منطقه کندنکاری پاککاری از این ساحه به کلی خلاص شده. بله. فقط یگان ترمیماتش مونده که اون مربوط فنی و مسلکی میشه که کار به حالت همون گفتیم که به نیمه تمام است، به حالت نیمه تمام است. بله او به هر صورت یا مو آثار علایی میشه و قسمت قرار داریم فعلا در موقعیت قرار داریم که جای سکرتریتشان بوده باشه، جای سکرتریتشان بوده باشه، جای ترتیب و تنظیم میمانایی بوده باشه که در اینجا از امو ادیان خودشان به خاطر امو رسومات و عنعنات و فرهنگی خود را که اینجا برگزار میکردن اینجا سوق اداره میشده. بله. در اینجا سوق اداره میشده، یک گروه را که سوق میدادن اونا رفته مراسم خود تطبیق میکردن، پس که حرکت میکنن گروه دوم بالاخره گروه سوم از اینجا سوق اداره در انتظارگاهشان بوده. انتظارگاه بوده باشه. یک گروه داخل میرفته، یک گروه منتظر میمانده. یا انتظارگاه یا به تحت عنوان فرهنگ خودی ما سکرتریتشون. بله سکرتریت و اگر موافق باشین داخل بفرمایید میریم داخل خودی معبد. و برده های عزیز یک جای بسیار جالب، یک مکانی هست که به گفته مدیر صاحب جایی هست که این همه کارهایی که شما میبینین فقط با همون ابزار سابقه که داشتن با دست خود یارا ترتیب و تنظیم کردن. و خب مدیر صاحب در رابطه با این مکان هم صحبت داشته باشیم که در چهار طرفی از این یک جای متفاوتر و مشخصتر ما میبینیم میشه که در رابطه با این مکان ها هم صحبت داشته باشین. بله پیشتر گفتم که این جای معبدشان بوده، معبدگاهشان جای گذاشتنی بودا بوده که بودها را در اونجا جابجا گذاشتن. این دو قسمتی میبینید که دو قسمتی شانه انسان بوده باشه، اما دو قسمتی شانه بود باشه ارتفاع داره. به همون شکل دیگه استادی هم که البته در اونجا راهنمایی که بوده در اونجا و سوق اداره که میشن در اینجا صاحب او آدم راهنمایی میکردن، به تحت راهنمایی از او همون مردم مسائل مذهبی خدا به پیش میبرن. بله در چهار سمت که چهار جای مختلف هست. مدیر صاحب این طرف متفاوت‌تر است ما که دیدم بیاین این طرف. پیشتر هم صحبت داشتین و باز هم در این باره صحبت داشته باشیم که چرا اینا متفاوت است از یکی دیگر. طبعا به این لحاظ متفاوت است که او دو رخ که اصلا دو دانه بود گذاشته شده بوده. بله که اینمی قسمتی را که میبینین این قسمتی را نمایندگی از شانه همون بودا میکرده، گویا از شانه همون بودا میکرده. دیگه اینا خب بسیار با قدامت و بسیار با ارتفاع بودن و دیگه استادشان و یا راهنمودشان که در اون وقتی بوده دیگه ادیانشان سوق میدادن، بعضو به خاطر ترتیب تنظیم و سوق اداره و به خاطر یک مسائل مذهبیشان پیش میبردن و از اونجا سوق اداره میشد و بالاخره یا حرکت میکردن. که قبلا هم براتون یادآور شدم که ببینید که ساحل به چه شکل به اثر ریزش‌های برف و طوفان‌های موسمی چه شکل سب درزها به میان آمدن. بله و ما خب بارس همین است یک مسئولی بخش از امارت اسلامی افغانستان، از اینکه شما رسانه ها همه این انعکاس دهنده واقعیت ها هستین و از شما رسانه ها ما خواهش میکنیم که صدای ما را انعکاس بدین به گوش مسئولین برسن و ما انشالله نظر به موعده‌ای که داده وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ امارت اسلامی افغانستان دیگه انشالله این پروژه به اختتام خواهد رسید و خداوند مهربان به او گپ بوده باشه که ما شاهد او روز باشیم که همین تماما این مشکلات‌های
مغاره ها همه معبد ها ترمیم شود، ترمیم البته فنی و مسلکی شود و دیگه این پروژه به اختتام برسه و یک روز برای برداری سپرده شود که ما شما شاهدی همچی یک موضوع برای برداری خواد بودیم. امیدوار هستیم که به زودی کاری بازسازی از این آغاز شود. و مدیر صاحب گرامی در رابطه با تخت رستم و بازارچه و تمام جاهایی که داشت ما صحبت‌هایی داشتیم. مدیر صاحب گرامی اگر کدام حرف دیگر، پیام دیگر اگر داشته باشین کامرا در خدمتتان. زنده و سلامت باشین. دیگه زیاد حرف و گفتنی ندارم، وقت شما را زیاد گرفتم. با معذرت به نمایندگی از ریاست اطلاعات و فرهنگ تشکر میکنم از شما و از دستاندرکاران شما و از مسئولین شما که آمدین قدم رنجه کردین. در این روز ما در خدمت هر نوع دوستا هستیم، خصوصا رسانه‌های محترم ما که به ذوق و علاقه میایم، به خاطر اینکه انمی رسانه است که صدای ما را، مشکلات ما را، درد دل ما را انعکاس دهنده واقعیت هستند، انعکاس میتن که بالاجای به گوش بالاجای میرسه و در مشکل رسیدگی صورت میگیره. و باز هم تشکر میکنم از شما جناب امیری صاحب، از خودت بیخی زیادتر تشکر میکنم که بعد از وقتها در اینجا قدم رنجه کردی. فکر میکنم بار اولیت بوده که سفر کردی. دیگه در شما خیلی جالب خود تمام شده باشه. دیگه عفو میخوایم از شما، از شما عفو میخوایم که شاید در سخنان پراگنده من میشه تا جایی را به حساب قناعت بخش بوده باشه، تا جایی را قناعت بخش نباشه. از فرد شما دیگه عفو و پوزش میخوایم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از حضور شما هم یک دنیا ممنون. بسیار تشکر که برای ما وقت گذاشتین و آمدین تا یک برنامه تاریخی و یک برنامه فرهنگی ثبت بکنیم. سپاسگزارم. بخیر و سلامت باشین. بخیر باشین. خب بیننده های عزیز و نهایت گرامی، با مدیر صاحب صحبت هایی را داشتیم و در رابطه با تخت رستم خیلی صحبت های کردیم و همچنان تخت رستم برای شما بیننده های عزیز به نمایش گذاشتیم در رابطه با همان معبدش، در رابطه با بازارکش و مکانهای دیگر که در برنامه ما داشتیم، صحبت‌های داشتیم برای شما عزیزان معرفی و بیان کردیم. بیننده های عزیز و نهایت گرامی، این بود برنامه فرهنگی ما که از تخت رستم برای شما عزیزان تقدیم کردیم. تا برنامه دیگر همه شما را به الله پاک بی‌نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.